کیک نیاز به فر، همزن برقی، قالب، ترازو یا پیمانه نیست. سلام، امروز میخوایم با هم دیگه به راحت ترین روش ممکن و با دست خالی بدون نیاز به هیچ امکانات خاصی یک کیک عصرانه فوق‌العاده خوشمزه با بافت نرم و پنبه‌ای درست بکنیم که برای پخت این کیک نیاز به فر، همزن برقی، قالب، ترازو یا پیمانه نیست و همینطور جایگزینای در دسترس وانیل رو هم در ادامه ویدیو بهتون میگم. راحت تر و ساده تر از این کیک من که ندیدم. بریم که با هم درستش کنیم. خب برای شروع نیاز داریم به 2 پیمانه آرد سفید قنادی. اگر که شما این پیمانه های استاندارد رو در دسترس ندارین، یه پیمانه استاندارد تقریبا معادل یه لیوان دسته‌دار فرانسوی هست که همه توی خونه داریم. همینطور یه قاشق غذاخوری سرپر بیکینگ پود معادل یه قاشق سرصاف استاندارد. حالا اضافهش میکنم و آرد رو با بیکینگ پود کاملا ترکیب میکنم و بعد باید این مخلوط 3 بار الک بشه. من معمولا 2 بار اینجا الک میکنم، یه بارم موقعی که میخوام مواد خشکم رو به مایع تخم مرغی اضافه کنم. من مجدد برش میگردونم توی ظرف دیگه و یه بار دیگه الکش میکنم. خب اینم از مخلوط آرد و بیکینگ پود که میذاریمش کنار. خب حالا قسمت تخم مرغیمون رو درست میکنیم. 3 تا تخم مرغ همدمای محیط و ترجیحاً بزرگ رو داخل یه ظرف میشکنیم. برای تهیه تمام کیک های عصرانه باید حتما تمامی مواد به دمای محیط رسیده باشن. خب حالا یه پیمانه استاندارد یا یه لیوان دسته‌دار فرانسوی هم شکر اضافه میکنم. نصف قاشق چایخوری سرپر، قاشق چایخوری معمولی وانیل احتیاج داریم. اگر وانیل نداریم میتونید به جاش از هل استفاده کنید. اگر هل در دسترس نداریم میتونید دارچین، قهوه یا حتی گلاب اضافه کنیم. منتها اگر گلاب اضافه میکنید به همون اندازه که گلاب اضافه میکنیم باید از آب یا شیری که توی رسیپی این کیک هست کم بشه که مایعات این کیک بیش از حد زیاد نشه. خب گفتیم که این کیک عصرانه، این کیک ساده بدون همزن برقی درست میشه. پس با همزن دستی یا با چنگال شروع کنید در یه جهت به هم زدن. اگر با همزن برقی میخواین این کیک رو درست بکنید بین 5 تا 7 دقیقه با دور تند همزن هم بزنید تا جایی که مخلوط کرمی رنگ کشدار رو هجین بشه و اگرم که با همزن دستی هم بزنید بستگی داره به سرعت هم زدنتون و همینطور اگر بینش هم استراحت بکنید زمانش طولانی تر میشه. هر از گاهی با همزن اطراف دیواره ها رو هم تمیز کنید که کاملا مواد به صورت یک دست هم بخورن. خب تا اینجای کار اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و همینطور برای آموزش‌های بیشتر میتونید کانالمون رو سابسکرایب کنید. کلی آموزش کیک توی کانال داریم، همینطور آموزش‌های یلدایی که میتونید ازش استفاده کنید. خب مایع تخم مرغی من کاملا روشن، حجیم و کشدار شده. وقتی همزن رو داخل ظرف رو میبرم و بیرون میارم به صورت کاملا یک پارچه میریزه. یه روش دیگه هم هست برای اینکه متوجه بشین آیا هم زدنتون کافی بوده یا نه. یه مقدار از مایع تخم مرغی رو بین 2 تا دستتون بذارین. اگر هیچ شکری احساس نکردین یعنی اینکه هم زدنتون کافی بوده، اما اگر زبری شکر رو بین 2 تا دستتون احساس کردین یعنی که بازم باید به هم زدن ادامه بدین. من برای اینکه این کیک رو روی گاز داخل قابلمه درست بکنم یه شعله پخش‌کن گذاشتم روی حرارت خیلی ملایم تا کاملا داغ بشه. اگر که میخواین این کیک رو توی فر بپزین پس فر رو از 1 ربع تا نیم ساعت قبل با دمای 180 درجه گرم بکنین تا فضای داخلش کاملا گرم باشه و آماده پخت کیک باشه. حالا نوبت اضافه کردن یک پیمانه یا یه لیوان دسته‌دار فرانسوی آب یا شیر هست. من معمولا توی تمام رسیپی‌های کیکم از آب استفاده میکنم که ماندگاری کیکم بالاتر بره و همینطور نصف لیوان یا نصف پیمانه استاندارد روغن مایع. 1 دقیقه
با همزن دستی به آرومی هم بزنید کافیه. حالا نوبت اضافه کردن مخلوط آرد و بیکینگ پودره که من الکش میکنم که بعداً آردم راحت هم بخوره و گلوله گلوله نشه. در 2 مرحله این مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو اضافه میکنم یا در 3 مرحله. فقط یک بار اضافه نکنید وگرنه آردتون گلوله گلوله میشه. با همون همزن دستی یا با چنگال کاملا هم بزنید. به آرومی هم بزنید، تون تون هم نزنید که بعداً پف کیکتون نخوابه. و حالا قسمت بعدی آرد و بیکینگ پودر رو اضافه و الک میکنم. خب شما اگر که این کیک رو با همزن برقی آماده کرده باشید دیگه توی این مرحله یعنی اضافه کردن آرد و بیکینگ پودر باید همزنتون رو کنار بذارید و با یه لیسک یا با یه قاشق یا با یه همزن دستی به آرومی مخلوط رو هم بزنید. خب دیگه کافیه چون مخلوط آرد و مایه تخم مرغی کاملا یک دست شده و دیگه بیش از حد همش نمیزنم. حالا برای پختش گفتم که نیاز به هیچ قالب یا نیاز به پختن داخل فرن نداره و شما میتونید از یه قابلمه 18 تا 20 سانت استفاده کنید و مایه کیکتون رو داخل قابلمه بذارید. و نکته مهمش اینه که درش رو به کمک یه پارچه یا به کمک یه دمکنی بپوشونید که مایعات کیک وقتی بخار میشن به سطح این پارچه یا به سطح دمکنی بچسبن و روی کیک نچکن و سطح کیکمون رو ناهموار نکنن. یه مقداری کف قابلمه رو با روغن مایع چربش میکنم. دیواره ها رو به هیچ عنوان چرب نکنید. من 2 لایه کاغذ روغنی به اندازه سطح قابلمه بریدم. یه لایه‌اش رو پهن میکنم. حالا برای اینکه لایه بعدی کاغذ روغنی من بهش بچسبه یه کمه دیگه روغن مایع میزنم دوباره به سطح کاغذ روغنی و مجدد یه کاغذ روغنی دیگم روی همون کاغذ روغنی قرار میدم به این صورت. حالا مایعات کیک رو داخل قابلمه میریزم. برای اینکه بعداً سطح کیکم کاملا صاف و یک دست باشه و خیلی کج و موج نباشه 2 بار این ظرف و کف سطح کارم میکوبم که حبابای اضافی هوا خارج بشه و حالا درشو میذارم و میذارمش روی همون شعله پخش کن که کاملا داغ شده. خب کیک من داره روی همون شعله پخش کن که کاملا داغ شده با حرارت ملایم میپزه. فقط یه نکته مهم داره این که پخت کیک روی گاز دقیقا مثل پخت کیک داخل فره و شما نباید نیم ساعت اول به هیچ عنوان در قابلمه رو باز بکنید چون اگر در قابلمه رو توی اون نیم ساعت اول پخت باز بکنی بعداً پف کیکتون میخوابه و کیکتون سفت میشه. پس نیم ساعت اول کاری به کار کیک نداری. خب کیک من حدود 40 دقیقه است که داره میپزه و حالا برای اینکه بدونم آیا این کیک آماده است یا نه یه خلال دندون به وسط این کیک فرو میبرم و وقتی بیرون میارم هیچ مایه کیکی بهش نمیچسبه و حرارت رو خاموش میکنم و این درم به صورت نیمه باز میذارم تا آروم آروم این کیک خنک بشه و بعدم پفش به خاطر شوک دمایی نخوابه. و یه نکته مهم دیگه این که وقتی یک کیک پخته باشه دقیقاً بوی کیک تمام فضا رو پر میکنه و از این نظرم میتونید متوجه بشین که کیک شما تقریباً آماده است. خب شما میتونید به این روش تمام کیک هایی که توی کانالم در حال حاضر هست رو درست بکنید بدون نیاز به فر و همزن برقی و قالب. همینطور بهتون پیشنهاد میدم که این ویدیو رو حتما ببینید چون به یه روش دیگه این کیک رو داخل قابلمه آماده کردم و همینطور میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راست مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.